در رمضان اصلا این کار را نکنید. اگر کرده باشید زود توبه کنید. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که شما خوب هستید. شما در کانال کاروان عمر هستید. با شما هستم من کریموف عمر. دوستان عزیز، موضوع امروزه ما درباره انا همان حالت هایی که امروزها بسیار جوان ها به این کارها دست زده ایستادند، خصوصا جوان هایی که نو عائله دار شده هستند، یعنی که نوزن هستند. با بسیار طالب علم ها سوال می دهند که آیا در رمضان در حالت روزدار بودند با همراه همسر خود آغوش گرفتن، بوسه کردن درست است یا این که نه؟ و بعضی حالت هایی هست که در حالت رمضان انا همین کارها را کردند، بعدا همخوابه شدند و سوال میکنند. ما میگه همخوابه شدیم، چی میشود؟ این قصداً شکستن روزه میشود. البته آغوش گرفتن، بوسه کردن همسر من نیست، اما شما خوب میشود که شما همین را من کنید. اما خوب میشود که شما همین کارها را من کنید. برای چی؟ برای آنه که هر چیز از آغاز شروع می شود. شما در اول بازی کردید همراه همسر خود، بعداً آغوش گرفتید، بعداً بوسه کردید. شما که خصوصا این موضوع برای انا همان جوان هایی که نو عائله دار شدند، عاقبت چی می شود؟ مجبور می شوید شما خود را اداره کرده داشته نمی توانید و همخوابگی می کنید. بعد کارها می شود جزیر. این شکستن، قصداً شکستن روزه می شود. سوال باشد مرحمت در کامنتاریا نویسید. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پوره و عمیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. و شما برای کار